سلام علیکم. و علیکم. دختر خاله چیکار شما؟ میشه رحمت. میگم که بخشش شناس نمیشه. نه دیو نه ما شناس دارم. شناس داری؟ ها. خیلی با بینده با پشیمون نشی. ما 3-4 نماد ماشین دارم. پل درزه خطی دارم. کاتج دارم. خیلی اگر نفروتا شناسی پل دار اختیار من رفتم. ای به بچه خلا. نمیرو تبته؟ نمیرو ما. آخه گفتی شناس دارم کو؟ ندارم شناس شوخی کردم تا. شوخی کردی؟ ها. میگم که نمیرو تا نویسه کنی. میگم دختر خاله ای شوخی بره شناس نداری یا؟ شوخی کردم ندارم آخه. من شوخی کردم هیچی ندارم. سلام علیکم زنک. و علیکم. اینم آمدم. مردک؟ ها لبا. بس ای همی قدر ولد دادم تا. چی ولید دادی مرا؟ ای جایسه اوقات بخری 10 سومونه. لیمون چای بخری 5 سومونه. دبر من خوروی 100 سومونه. همه پلاد دیشی. همه پلاد نشید. بس ای خیلی ولد دادم تا. تا زمین خورم به پلاد؟ تا زمین خوره به پلاد. بری من خوروی 100 سومونه. قبل زنک. همین 100 سومونه در کار باشه. این 100 سومون من دبر تخو میرم. من به تخو رفتن نمیتونم زنکه. ای سلام علیکم زنک. و علیکم. اینا با اومدم. راسکم زنک جان کار اومدم مونده و خیلی من خو میرم. میدونی چی زنک جان؟ چه؟ این روز 70 سومون دارم میشه اونجا خورم. نه 70 سومون نمیشوه. 80 سوم نمیشوه. 95 سومون باشه نمیشه. 100 سومتی بعد بری من خون میکنی. اینم زمین در خون میرم. نشوه. در زمین خون میرم اینجا دا. بیش پلات نه. هیا بیش میرم. ای مونده شدم خوبی زور برمی. زنک لبای مردک. چی کفتستی؟ تو در 30 سومون قرض کفتستم. بیام برم نشانته چرا؟ بازی نشانته بازی بیا قامته تو پلان مرم نشانته بازی را چرا؟ بازی نشانته تا برای دیگه خیلی بازی که چخل بازی عروس بازی که چخل عروس بازی انا فرض کنید رد رفتیست که ای پیش ده دختر میبروید خواه میگه که السلام علیکم دختری خوشرو بعد میگه که و علیکم بر سلام باش پرس بگو نامی شما بعد فرض کردیم که گفته که اگر نامی من لیلی اگر وای بگو ها اگر وای بگد بعد شما میگه لیلی شما که لیلی باشید من مجنون اگر فرض کردیم اگر گفت که نامی من شیرین شما بگین که من فرهاد اگر گفت که ما زلیخا شما گوین که من یوسف و دروغ بگم با این چی نمیگم دیل دختر هم خیلی میوان خبره برا شی نامی شما چی؟ لیلی نامی من مجنون نامی شما چی؟ شیرین نامی من فرهاد نامی شما چی؟ السلام علیکم دختر کشتم و علیکم. ببخشید دختر کشتم نامی شما چیه؟ نامی من؟ ها نامی من اصل. اصل؟ ها نامی تو چیه؟ نامی من؟ چیه نامون؟ نامی من؟ ها نامی شما چی بود؟ نامی من اصل. نامی من خیرس
والا لبای و این خونم در لباسمو پوشیدم پشت خونه ما دارین شما تمام بچین میبرم همه شگیری تمام ها مردک مایل خیلی ما که مایده برام اگه مایل رفتی؟ چیکار کنم؟ ای مردک همین ترنگی همو همسایه شیده نمیتونی؟ چو کده همسایه؟ همین هر سهر دو قوق انداختیگه همین سمکت میگیری میری او خیلی همسایه رو نگاه که بار هر سری زنش دوست داری میکنه مهربانی میکنه زنش آغوش میگیره بخی گفته میره کرده ای زنک خیلی سودگی نکه ما چخیل میرم زنی و همسایه را دوست داری میکنم آغوش میگیرم و چه میکنم و یکی شوش ده گفت نزنه خوش آمدین زفر جان بابی جان خوش آمدین خیلی نمی خونی ما این نمی مهمان شدین رحمت خانه داریم بزید خیلی که ما مرد میگن ستومی خاندان نیابی البته معلومه که ستومی خانه میم ده همین گبزن در خانه میم مخی همین چی که یا مالکه همین چی که پیما بگم که پیما میشه در خانه باورید بوی مرگن خیلی متوازره خیلی مرده که در روی زمین ندیدم نه که خیلی ممکن پیدا شده باشه ما همین خیلیم بابی جان گفت همه اهل خانواده ده میگن همه ده بودک چودک زنک همه ده چی گفزنی در خونه چی خیلی اثبات بکنید میخوای اثبات کنم مایلش تماشا کن زنک زنک ها همین خیلی تشنه موندم یا او بیار بخوریم برای خودت بخوا اینطوری شد کو چا کردی ستومی خانه وای ما اخی وای روست میگه چی راست میگه اخی وای ایکی میدونه که من چند قاو میخورم ها زنه؟ همه تینجه اوخی؟ مردک همه تینجه تینجه باشه بخیره ایشکه نمیده خونه؟ نه ایشکه نیامده خون بخیر سوی تبکش خیلی سوی تبکش میگم گیران کن کش سوی تبو گیران کن ها زمان مرگت کدیزی کی نزدیدان بفهمه کی مردک همینجا Sizi glumu zanage, sizi glumu. Boje glumu, ne glumu. Hazır jak dakika. Hazır. Assalomu alaykum aka. لبای پجرنی گوش میکنم Aka jon hami yak gap hama bugum tona. من راستیگه با خود دولت هندوستان سه بتا گل آوردگیم. نه شما خطا غلطیده با میکشه. لبای الو آکا، او گوش کنین مرا آکا. او ما فهمیدم شما را. او شما مرا یک بار گوش کنین. ما سه بتا گل آوردگیم من خود دولتی و هندوستان. انا هر یک گلی من $300 دودر میشی اکا میشی گفتم که شما خطا غلطیده یافتی گل پلتا جای گلای بگو اینجا پجرنی خونه با میکشه زنک. ایسر زنگ بزن. بستینه. باور که بزور کرد الو اما فهمیدم اینجا پجرنی که اما برای همه خزنگ زیستم که وقتی که ماشین تانو پری آو کده میاین کو همه گلای مرا با نجخین
اینجا در خونه همسایه ما سوخته است